خب حالا تک تک بریم سراغ تب هایی که در این پنل سمت راست وجود داره و ما ادیت عکسمون رو در این تب ها انجام میدیم. در این که چطور در واقع ترتیبی که در اینجا وجود داره که بیسیک بالاتر از مثلا تون کرو باشه و HSL پایین اینها باشه، یک منطقی وجود داره. منطقش اینه که ما بیشتر اول کارمون رو در بیسیک شروع میکنیم و بعد مثلا در آخر کار ممکنه بریم سراغ یه افکتی هم روی کل عکس اضافه کنیم، یا مثلا دیتیل در قسمت دیتیل بریم و شارپ تر کنیم عکسمون رو، یا نویز رو کاهش بدیم. بنابراین یک ترتیب منطقی در اینها وجود داره که ما از بالا به پایین این تب ها رو یکی یکی کارشون انجام بدیم و به پایین بریم. پس ما از در این ویدیو از تب بیسیک شروع میکنیم. این عکس یک در واقع یه سری تغییرات روش انجام شده. من ریست رو میزنم که این به حالت اول برگرده. در واقع این عکس خامیه که ما از دوربین تحویل گرفتیم، دقیقاً همین شکلیه بدون هیچ تغییری. و حالا میتونیم ادیت عکسمون رو در اینجا شروع کنیم. خب اول بپردازیم به این که چه امکاناتی ما داریم در تب بیسیک. در تب بیسیک دو تا امکان خیلی مهم ما داریم. اون چیزی که در واقع فایل خام به ما وعده داده که میتونیم بعد از حتی گرفتن عکس هم تغییر بدیم. یکی میزان در واقع تغییر روشنایی عکسه که با اکسپوژر انجامش میدیم با این اسلایدر، و یکی تغییر تراز سفیدیه که با این قسمت با تمپرچر و تینت انجامش میدیم. این دو تا امکان در فایل های JPEG وجود نداره. در واقع ما میتونیم تغییرش بدیم اما داریم اطلاعات عکس رو از بین میبریم. تغییر روی مستقیم روی رنگ عکس داریم میدیم، در حالی که وقتی ما روی فایل خام مثلا تمپرچر رو کم و زیاد میکنیم، این دقیقاً مثلا این میمونه که موقع عکس گرفتن دمای رنگ رو خیلی به سمت سرد یا به سمت گرم ببریم. هیچ اطلاعاتی از دست نمیدیم یا هیچ تغییری در کیفیت عکس به وجود نمیاد. در مورد اکسپوژر هم تا حدی همینطوره، یعنی افزایش و کاهش حداقل مثلا یک استاپیش که اینجا به ما نشون میده، کاهش یا افزایشی نیستش که جز در واقع در عکس خیلی که افت کیفیت داشته باشه. افت کیفیت در واقع زمانی است که بیش از حد اکسپوژر رو بالا ببریم، که اگر نوردهی ما درست باشه معمولا وقتی که بیش از حد اکسپوژر بالا ببریم اصلا خود عکس انقدر روشن میشه که غیر قابل استفاده میشه. زمانی که نوردهی ما اشتباه باشه و اکسپوژر رو خیلی بالا ببریم، اونجاست که ممکنه مثلا در سایه ها نویز در عکس ایجاد بشه. اما وقتی اکسپوژر ما یعنی نوردهیمون موقع گرفتن عکس درست باشه یا حداقل یک ذره کم و زیاد باشه، خیلی راحت میتونیم با اسلایدر اکسپوژر اصلاحش کنیم بدون اینکه اطلاعاتی از دست بره. پس این دو تا کار فقط در فایل های خامه که بتونه بدون کاهش محسوس کیفیت عکس میتونیم انجام بدیم. پس این شد از این. ما حالا ممکنه فکر کنید که چون تمپرچر بالاست اول باید تمپرچر رو تعیین کنیم و بعد بریم سراغ اکسپوژر، اما روشنایی عکس روی دمای رنگ و اون چیزی که تراز سفیدی ما بهش میگیم تاثیر داره. پس اول بهتره که اکسپوژر رو تعیین کنیم و بعد بریم سراغ دمای رنگ. در مورد این عکس ما میتونیم یه مقدار، خب عکسی که در قسمت یعنی در زمان غروب گرفته شده، نور در اصطلاح سافته، خیلی هارش نیستش که بخوایم در واقع بازه دامن دینامیک زیادی داشته باشیم. اما خب خیلی این عکس در واقع این درخته که شاید سوژه اصلی این عکس هم باشه خیلی تیره شده. پس ما میتونیم بریم سراغ شادوها. پس اکسپوژر نوردهی رو بر ما تعیین میکنه. با شادوها میتونیم فقط سایه ها رو کنترل کنیم، یعنی بیشتر بازشون کنیم، روشن‌ترشون کنیم یا تاریک‌ترشون کنیم. در واقع این مثل این بود که همونطور که در ویدیو قبلی گفتم بیایم اینجا شادوها رو انتخاب کنیم و اون رو سمت راست ببریم، یعنی هیستوگرام رو هول بدم در واقع اطلاعات عکس رو به سمت روشن‌تر از قسمت شادوها. این دقیقاً مثل همین بوده که من بیام اینجا اسلایدر شادوها رو به سمت راست ببرم و در اصطلاح سایه ها رو باز کنم، یعنی این جایی که سایه ها بودن روشن‌تر بشن. خب پس در مورد این عکس ما نیاز داریم که مقدار سایه ها رو باز کنیم. حالا شاید بگیم که یه مقدار اینجا هم اطلاعات میتونه بیشتر باشه، خیلی روشنه اینجا، هرچند که هیستوگرام به ما این هشدار رو نمیده که اینجا اطلاعات از بین رفته. اما میگم این چیزی نیستش که فقط بخواید وابسته کنید خودتون رو به هیستوگرام. چشمی هم باید عکستون درست باشه. پس ما میتونیم چشمی وقتی نگاه میکنیم اینجا یه مقدار روشنه، من هایلایت هامون رو یه خورده میخوابونم تا کم میکنم در واقع تا اینجاها یه مقدار تاریک تر بشه. پس این حرکتی که هایلایت ها رو کم کردم بین این میمونه که بیام اینجا هایلایت ها رو
از روی هیستوگرام حرکت میدیم. پس یه مقدار هایلایتر حرکت میدم. حالا ما میتونیم به بلک ها هم دست بزنیم، هرچند که باز بلک ها اینجا نشون میده که هیستوگرام به ما خیلی نیاز نداره. باز من چشمی نگاه میکنم، مثلا میتونم یه مقدار اینجا جزئیات بیشتری داشته باشم. بلک ها یا در واقع تاریک ترین نقاط عکس ما هم یه مقدار روشن‌تر میکنم. حالا به یک عکس تخت رسیدیم، یعنی عکسی که خیلی کنتراستش زیاد نیست. از کجا میتونیم بفهمیم کنتراست عکس زیاد نیست؟ اینکه بیشتر اطلاعات عکس در همین وسط یا همون اکسپوژر جمع شده، این نشون میده که این عکس کنتراست خیلی زیادی نداره. یعنی در سایه ها خیلی اطلاعات داریم که خیلی کمه، نه در روشن ها خیلی اطلاعات زیادی داریم، در وایتس و هایلایتس ها. بیشتر اطلاعات عکس ما در میتون هاست. برای جبران این کم شدن کنتراست ما میتونیم از اسلایدر کنتراست استفاده کنیم. کنتراست چیکار میکنه؟ میاد اختلاف بین روشن ها و تاریک ها رو زیاد میکنه. ببینید چه اتفاق میفته روی هیستوگرام. الان اطلاعات در این اکسپوژر یا همون میتون ها جمع شده. بس ما اگر بیایم روشن ها رو روشن تر کنیم، یعنی اینها باید برن به سمت راست و تاریک ها رو بخوایم تاریک تر کنیم، اینا میرن به سمت چپ. در واقع این هیستوگرام ما تخت میشه. یه مقدار از اطلاعاتی که در اینجا انباشته شده به سمت چپ و راست حرکت میکنه. ببینید با افزایش کنتراست دقیقاً این اتفاق داره در هیستوگرام میفته. هر چقدر بیشترش میکنم هی اطلاعات داره به سمت روشن ها و سمت تاریک ها میره. خب این مقدارش معمولاً، یعنی هیچ وقت معمولاً تا آخر نمیبریم کنتراست رو، کم کم افزایشش میدیم تا جایی که کافی باشه به نظرم. مثلا تا اینجا هم میتونیم افزایشش بدیم. پس اینها در واقع ما داریم روی قسمت‌های با این قسمت اول تب بیسیک ما داریم روشنایی کلی عکسمون رو با کنترل خیلی زیاد بر روی مثلا میتون ها رو میتونیم جدا تغییر بدیم، هایلایت ها، شادو ها، وایت ها و بلکس ها میتونیم کاملا روی اینها کنترل داشته باشیم. وایت هم که گفتم میاد در واقع چیکار میکنه؟ روشن‌ترین نقاط عکس رو باهاش میتونیم کم و زیاد کنیم. مثلا وقتی تا اینجا میارمش بالا میبینید که اینجا دیگه به سفید خالص رسیدیم و اطلاعات از بین رفته. بنابراین من وایت رو کاهش میدم. یک مقدار میتونیم افزایشش بدیم. باز این باعث میشه که ما یه مقدار از اینجا هیستوگرام حرکت کنه به سمت راست، کنتراست بیشتری داشته باشیم در قسمت‌های روشن عکسمون. تا اینجا میتونیم تغییرات رو ببینیم. برای دیدن تغییرات قبل و بعد در تب دیولپ، یعنی ادیتی که انجام دادیم، ما دو تا راه داریم. یکی این که بیایم اینجا بر روی این گزینه بیفور افتر، دو تا وجود داره. یکی اینجاست که این در واقع رفرنس و یه عکس دیگه، یعنی یه عکس دیگه رو میتونیم با این عکس مقایسه کنیم. دومیش گزینه‌ای که در واقع میتونیم قبل و بعد رو باش ببینیم، که اگه روش کلیک کنیم اینجا قبل ادیتو که انجام دادیم نشون میده و اینجا بعد ادیتو که بعد میتونیم روش هم زوم کنیم که در نمای 1:1 یا 1:1 که همون نمای 100% میشه بتونیم عکسمون رو ببینیم. اما من این حالتی که بخوام اینطوری قبل و بعد عکسمو ببینم خیلی دوست ندارم، چون صفحه کوچیک‌تر میشه و من جزئیات کمتری از عکسمو میتونم ببینم. من ترجیح میدم تو همون حالت لوپ ویو، یعنی 100% بمونم و بعد با کلیک کردن روی فشار دادن کلید بک اسلش میتونیم قبل و بعد عکسمون رو ببینیم. یعنی یک بار که روی کلید بک اسلش کلیک میکنم اینجا میرسه بیفور، قبل رو نشون میده. یه بار دیگه که میزنم دیگه این بیفور میره، یعنی در واقع ادیتی که با این تغییرات انجام دادم رو من نشون میده. پس تا اینجا ما تونستیم چیکار کنیم؟ جایی که تاریک هستن رو روشناییش رو برگردونیم و عکس متعادل تری داشته باشیم از لحاظ روشنایی با این قسمت اول تب بیسیک که به نام تون هستش. حالا میتونیم بریم تمپرچر یا دمای رنگمون و همطور تراز سفیدی رو تعیین کنیم. حالا در یه جایی هستش که تمپرچر میتونه چی باشه؟ میتونه خنثی باشه، یعنی اون چیزی که با چشم دیدیم باشه. اگر خودتون عکاس عکس باشید میتونید تعیین کنید که اون لحظه که عکس گرفتی دمای رنگ مثلا آیا انقدر گرم بود یا انقدر سرد بود. این رو در واقع هم میتونید چشمی تعیین کنید، هم اگر یک چیز خاکستری در عکس وجود داشته باشه، یک چیز در واقع با رنگ خنثی، با اون هم میتونید از اون هم میتونید کمک بگیرید که در واقع یک نقطه شروع باشه. مثلا تو این قسمت روی تنه این درخت یه چیز سفیدی وجود داره، شاید بتونید بر اساس اون دمای رنگ رو تعیین کنید به صورت خودکار. اینجا یه ابزار قطره چکونی وجود داره که ما اگر روی اون کلیک کنیم این ابزاری است که میتونیم باهاش دمای رنگ رو به صورت خودکار تعیین کنیم.
وقتی که من میارمش این رو روی این قسمت، میتونید اینجا به صورت کنارش که نوشته پیک تارگت نوترال، اینجا میتونید ببینید که کدوم عکس اونجایی که اون وسط در واقع یه علامت مثبت وجود داره، اونجاییست که من اگه کلیک کنم اون رنگو در واقع داره سامپل میگیره. اگر یک رنگ خنثی باشه، یک خاکستری خنثی باشه، یا در واقع یک خاکستری دیگه، نه سفید کامل نه سیاه کامل، میتونه ما کمک کنه که بر اساس اون دمای رنگو تعیین کنه برای خود فتوشاپ، در واقع خود لایت روم. حالا من رو اینجا کلیک میکنم. قبل اینکه کلیک کنم حتی میتونیم یه پیشنمایشی از اون چیزی که بعد از کلیک کردن من به وجود میاد و اینجا ببینیم. یعنی اگه اینجا کلیک کنم دمای رنگم اینطوری میشه، اگه اینجا کلیک کنم اینطوری میشه. هر جا کلیک کنم دمای رنگم یه پیشنمایش در قسمت نویگیتور داره به من نشون میده. اگر این رو خنثی در نظر بگیریم و کلیک کنیم، دمای رنگ انقدر تغییر میکنه. پس میتونید ببینید که الان این دمای رنگی که بر اساس این رنگ سفیدی که روی تنه درخت بود انتخاب شده. خب حالا میتونیم قبلش هم ببینیم. من با کلید بک اسلش قبل و بعد نشون میدم. در واقع اگر این رو فرض کنیم که در عکس اصلی باید سفید باشه، یعنی در واقعیت این سفید بوده، وقتی روش کلیک میکنیم لایت روم تمام رنگ ها رو طوری تغییر میده که در واقع دو تا اسلایدر تمپ و تینت رو طوری تغییر میده که این به اون رنگ سفید در واقع خاکستری که توش هیچ تهمای رنگی وجود نداره تبدیل میکنه. یعنی در اینجا میتونیم ببینیم که شاید یه مقدار، حالا اگر بخوام فقط تغییر تمپرچر رو بهتون نشون بدم، بعد از هیستوری استفاده کنم. حالا من قبل و بعد رو مثلا یک بار دیگه این کار انجام بدم. یه بار من این رو صفر میکنم. برای صفر کردن یا در واقع برگردوندن اسلایدرها در تب بیسیک به حالت اصلی شما میتونید دوبار کلیک کنیم روش. مثلا ما اینجا اکسپوژر رو مثبت 36% 36 دهم استاپ در واقع افزایش دادیم. اگر روش دوبار کلیک کنم برمیگرده به حالت صفر قبلیش. تمام این اسلایدرها با دوبار کلیک کردن میتونیم صفر کنیم. در مورد تمپرچر و تینت اینا صفر نمیشن، برمیگردن به حالت اولشون که بودم. مثلا 7850 تمپرچر، اگه اینو ببرنش بالاتر 26000ش کنم، دوباره که کلیک میکنم برمیگرده به اون 7850 و تینت صفر. اگر مثلا بیارمش به این سمت دوباره کلیک کنم صفر میشه. پس یک خود اکسپوژرم رو که کم کردم دوباره افزایش میدم. دهم 36 صدم استاپ. حالا میخوام دوباره یک بار دیگه بیام از همون ابزار قطره چکون استفاده کنم و اینجا کلیک کنم و این دمای رنگی که ما تغییر دادیم. حالا ما با کنترل Z میتونیم قبل و بعد فقط تغییری که در دمای رنگ دادیم رو ببینیم. الان کنترل Z رو میزنم. این میشه زمانی که ما در واقع وایت بالانسمون در حالت اولیه بود که اینو میتونیم توی هیستوری هم ببینیم. تو هیستوری در آخرین جایی که هستیم در واقع اینو ما داره نشون میده. در واقع همونطوری که کنترل Z بزنم این در واقع این کاراست که ما روی عکس انجام دادیم. همونطوری که کنترل Z میزنم این داره میاد پایین. این از ابتدای شروع عکس ماست که ایمپورت کردیم، ریست کردیم، اکسپوژر تغییر همونطوری که اومدیم بالا. تو هر بار کنترل Z زدن یه مرحله میره پایین‌تر و قبل نشون میده. ما میتونیم به صورت با دستی هم با خود موس روشون کلیک کنیم. یعنی مثلا بیام به این مرحله که وایت رو عوض کردم و دوباره برگردم به وایت بالانس رو عوض کردم و بعد برگردم با آخرین مرحله. پس یه بار دیگه من اینو بهتون نشون میدم. یعنی اینو صفر میکنیم، ابزار وایت بالانس انتخاب کنم، میام رو اینجا کلیک میکنم. این وایت بالانس میرید یه در واقع یه لاگ اضافه میشه به هیستوری که نشون میده ما اینجا وایت بالانس رو عوض کردیم به صورت سفارشی کاستوم. پس من اگر یه مرحله به عقب برگردم، این وایت بالانسی است که خود عکس داشت به صورت پیش‌فرض در فایل خام و این وایت بالانسش که ما تعیین کردیم. به نظر من قبل از این ادیت که ما انجام بدیم خیلی به سمت مجنتا یا رنگ قرمز رفته بود. اینجا الان خنثی‌تره و مثلا رنگ آبم این همه جا قرمزه، در حالی که اینجا رنگ خنثی‌تریه. میشه گفت این وایت بالانس طبیعی تریه برای این عکس. اما به این در واقع حرف میرسیم که آیا وایت بالانس ما همیشه باید خنثی نگهش داریم و داشته باشیمش یا میتونیم به عنوان ابزار ادیت هم ازش استفاده کنیم؟ که جواب این هستش که بله، ما میتونیم از وایت بالانس به عنوان ابزار ادیت استفاده کنیم.
یعنی اینکه وایت بالانس ممکنه اینجا خنثی‌تر باشه و طبیعی‌تر باشه، اما ممکنه یک هنرمند یا عکاس خودش دوست داشته باشه که عکسش گرمتر باشه، برای میاد تمپرچر یا دمای رنگش رو بیشتر میکنه. یه عکاس ممکنه بخواد که مثلا تینت یا تهمایه رنگی به عکسش بده، به سمت سبز یا به سمت مجنتا. این رنگ مجنتا هستش، بنفش بهش برای اینکه حالا اشتباه نشه بهش میگم مجنتا، چون در فتوشاپ هم این رنگو با نام مجنتا داریم که بعدا به درتون بخوره اسم واقعی خودش رو بدونید در فتوشاپ، بنفش بهش نگیم. خب پس به تینت رو هم میتونیم به سمت مجنتا یا سبز ببریم. بنابراین پس ما میتونیم با ابزار وایت بالانس یه رنگ خنثی پیدا کنیم، اگر وجود داشت در عکس بذاریم لایت روم برای ما وایت بالانس رو اصلاح کنه، تراز سفیدی رو، یا اینکه نه خودمون دستی چشمی با افزایش یا کاهش تمپرچر و همینطور حرکت دادن تینت وایت بالانسی که به نظرمون درست است رو انتخاب کنیم. اگر یک چیز در واقع یک رنگ خنثی وجود داره در عکس، استفاده از اون به عنوان نقطه شروع، نه اینکه حتما همون بمونه، ولی به عنوان نقطه شروع میتونه خوب باشه که خب حالا اینجا من تعیین کردم که این تراز سفیدی بهتره، حالا اگه من خودم خواستم میتونم یه مقدار تمپرچر رو کمتر هم بکنم. حالا یه نکته دیگه در مورد تغییر دادن اسلایدرها اینه که ما وقتی با کلیک کردن موس و درگ کردن تغییر میدیم، ممکنه تغییرات بعضی وقتا خیلی زیاد باشه. یعنی من میخوام بین دو تا عدد باشم و با کلیک کردن حرکت کردن نتونم دقیق به اون برسم. روش دقیق‌تر افزایش یا کاهش این اسلایدرها اینه که وقتی که روشون کلیک میکنید با کلید اروکی، کلیدهای در واقع فلش های بالا و پایینی که روی کیبورد وجود دارن، ما میتونیم چیکار کنیم؟ اینها رو اسلایدرها رو در مقدار کم با اروکی به سمت پایین کم کنیم و در اروکی به سمت بالا کم افزایش بدیم. این در مورد تمام اسلایدرهایی که در در واقع لایت روم وجود دارن این عمل میکنه. مثلا در مورد اکسپوژر هم میتونم روش کلیک کنم و یک مقدار افزایش یا کاهش بدم. حتی لازم نیست روش کلیک کنیم، همین که موس رو ببرید روی اون اسلایدر و اون رنگش روشن بشه، یعنی سفید بشه. ببینید وقتی الان خاکستری، وقتی روش میبرم سفید میشه، همینجا اصلا کلیک هم نمیخواد بکنید و فقط با حرکت دادن اروکی میتونیم اینو بالا پایین کنیم. پس اینو میذارم شما حالت قبلی، مثلا اینجا میبینید که در 10% بالا میره و میتونیم پایینش بیاریم. خب پس این هم در مورد کم و زیاد کردن دقیق‌تر و در واقع کم با مقیاس کمتر اسلایدرها و در مورد وایت بالانس. حالا بریم سراغ قسمت پرزنس و این پایین که میتونیم تغییرات دیگه رو در مورد عکسمون داشته باشیم، از جمله تکسچر، کلاریتی و دیهیز که این تکسچر در نسخه 2020 لایت روم به لایت روم اضافه شده، تا قبل از این فقط کلاریتی و دیهیز بودن. خب اول بگیم که کلاریتی و دیهیز چیه که بعد به تکسچر برسیم. کلاریتی ما بهش میگیم کنتراست میدتون ها، یعنی که در واقع همونجایی که گفتم بهتون میدتون ها وجود دارن، این رنگ های میانه که اگر به سیاه‌سفید تبدیل کنیم میشن خاکستری، یک طیفی از یک خاکستری میانه که نه خیلی تیره است نه خیلی روشن. ما اگر پس گفتم که در رنگ های میانه، همونطور که روش میبینید در هیستوگرام دارم موس رو بردم روش، از اینجا شروع میشه تا اینجا، یعنی یک طیفی از رنگ هایی هستن که در رنگ های میانی قرار میگیرن، خاکستری میانی. یعنی این هم رنگ میانه در نظر گرفته میشه، اون چیزی که اینجا هستم رنگ میانی. ما میتونیم اختلاف اینها رو بیشتر کنیم، اما با کنتراست اگه افزایش بدیم، کاری که انجام میده اینه که میاد از اینجا در واقع هیستوگرام رو میکشه به سمت راست و از این سمت میکشه به سمت چپ. خیلی به میدتون ها کار نداره، یعنی با روشن‌ترین قسمت‌های روشن‌ترین قسمت‌های عکس و روشن‌ترین قسمت‌های عکس و تیره‌ترین قسمت‌های عکس کار داره اسلایدر کنتراست. در حالی که با کلاریتی ما میتونیم این وسط رو فقط نشونه بگیریم و کنتراست رو برای عکس‌های رنگ‌های میانی هم تغییر بدیم. حالا روی این عکس شاید خیلی واضح نباشه، اما خب من کلیک میکنم در واقع در نمای 100% روی این کوه ها دقت کنید به چه اتفاقی میفته وقتی کلاریتی رو افزایش میدم. میتونیم بگیم اینها بیشترشون در رنگ های میانی هستند، یه مقدار به سمت در واقع سایه ها. حالا وقتی کلاریتی من افزایش میدم چه اتفاقی میفته؟ ببینید قسمت های از کوه ها که تاریک تر بودن اینجاها تاریک تر شدن
و قسمت هایی که روشن‌تر بودن، یعنی این قسمت های سفید روی این صخره ها روشن‌تر شدن. در واقع این نشون میده که داره کنتراست رو در قسمت های میانی، یعنی رنگ های میانی داره تغییر میده. نتیجه کار اینه که یه مقدار در واقع شارپنس عکس هم بالا میره، چون شارپنس در عالم فتوشاپ و لایتروم اصلا چیزی نیست جز افزایش کنتراست. حالا اینکه چقدر کنتراست اون مقیاس یا اشلش کوچیک باشه میتونه بر ما تعیین کنه که شارپنسمون به چه صورت باشه. پس کلاریتی این تاثیر رو داره. معمولا در عکس های منظره میتونیم از این مقدار کلاریتی استفاده کنیم، اما بیش از حدش خیلی وقتا عکس رو غیر طبیعی میکنه. پس تا یه حدی ما میتونیم از کلاریتی استفاده کنیم. تاثیرش رو روی این قسمت عکس هم ببینید. کلاریتی وقتی افزایش میدم اینجا خیلی شدیدتره تاثیرش. پس تا میزانی باید ببریم که خیلی زیاد نباشه. پس اینو اگر یه بار من صفر کنم و یه بار یه مقدار افزایشش بدم، با استفاده هیستوری میتونم یه مرحله بیام عقب و فقط تاثیر کلاریتی رو به شما نشون بدم. حالا دی هیز چیه؟ دی هیز اصلا از اسمش مشخصه که هیز رو از بین میبره. دی در واقع در انگلیسی یعنی منفی یک عملی رو انجام دادن. اگر هیز به معنای در واقع مه باشه که هست، غبار و مه، دی هیز یعنی از بین بردن اون مه و غباری که وجود داره. اگر مه و غباری وجود نداشته باشه در هوا، دی هیز کاری که میکنه اینه که کنتراست رو در جاهایی که به نظر میرسه مه وجود داره، یعنی جاهایی که کنتراست کمه، به صورت موضعی تری نسبت به کنتراست اونجاها افزایش میده. معمولا تاثیر دی هیز در عکس‌های منظره روی آسمونه. ببینید تاثیرش رو در این قسمت از آسمون دی هیز رو که افزایش میدم چقدر در واقع داره کنتراست رو در اینجا زیاد میکنه. خب مثل کلاریتی افزایش بیش از حدش میتونه غیر طبیعی کنه عکس رو، اما افزایش یه مقدارش اگر کنتراست به نظرتون کمه در یه قسمت از جایی که روشنایی زیاده و یه جورایی کنتراست کمه، با افزایش دی هیز میتونیم یه مقدار رو از اون رو جبران کنیم. مثلا من در اینجا شاید مثلا تا حد 5 تا بیشتر افزایش ندم که با قبلش بخوایم مقایسه کنیم. این تاثیری است که دی هیز داره. حالا تکسچر چیکار میکنه؟ تکسچر اون قسمتی در اسلایدر جدیدی که در لایتروم 2020 معرفی کرده فتوشاپ، که چیزی شبیه افزایش در واقع همون شارپنس هستش. ما یه چیزی داریم در قسمت دیتیل، ما میتونیم شارپنس یا شارپ تر کنیم عکس رو در اینجا. دیتیل هم یه چیز شبیه همونه که در همین تب بیسیک میتونیم انجام بدیم. خیلی اشل کوچیکتری داره برای افزایش کنتراست. مثلا میتونیم روی قسمت‌های ریز این شاخ و برگ‌ها افزایش تکسچر رو ببینیم. ببینید تکسچر که افزایش میدم، حالا من زیاد افزایش میدم تا بهتر ببینید. اینجا شارپ تر میشه. این قسمت رو نگاه کنید. من اینو به حالت قبلش برمیگردونم. این با تکسچر 100% و این با تکسچر 0. تاثیر که میذاره اینطوری. پس جزئیات ریزتر رو باش کار داره تا جزئیات بزرگتر. روی کوه هم تاثیرش رو ببینید. این تاثیری است که تو با تکسچر میتونیم به وجود بیاریم. پس همونطور که اسمش داره نشون میده، بافت رو در واقع واضح تر میکنه. مثلا بافت این تنه درخت رو برای ما واضح تر میکنه. در مقابل شاید بگید تفاوتش با کلاریتی چیز؟ کلاریتی همونطور که گفتم کنتراست میتون هاست. اشل بزرگتری داره برای افزایش کنتراست. یعنی مثلا کلاریتی میاد فاصله بین این روشنها، این تیره ها و این روشنهای روی صخره رو افزایش میده، در حالی که تکسچر میاد فاصله بین این مقدار روشنایی با این مقدار تاریکی رو افزایش میده. اگه من نزدیکتر بشم، کلاریتی ممکنه بیاد در واقع اینجا رو با اینجا کنتراستش رو زیاد کنه، یعنی اینو تاریک‌تر کنه، اینو روشن‌تر. اما در تکسچر اشلش خیلی کوچیک‌تره. میاد مثلا این یک مقدار که اینجا تیره است رو تیره‌تر میکنه، بالاش که یه مقدار روشن‌تره روشن‌تر میکنه. یعنی خیلی مقیاس کوچیک‌تری داره برای افزایش کنتراست، که در نتیجهش اینه که ما اون رو به صورت افزایش جزئیات یا بافت بر عکسمون می‌بینیم. پس اینم فرق تکسچر و کلاریتی که این یه اسلایدر جدیده و خب اینا میتونیم استفاده کنیم در عکس‌های منظره یا هر عکس دیگه‌ای. وقتی می‌بینیم بافت رو میشه بیشتر کرد، میتونیم از تکسچر استفاده کنیم، ولی باز مثل هر اسلایدر دیگه‌ای
بیش از حد نباید ازش استفاده کنیم، بیش از حد زیادش نکنیم که عکس غیر طبیعی بشه. دو تا اسلایدر دیگه هم این پایین وجود دارن به نام وایبرنس و سچوریشن که اینها همونطور که اسمشون معلومه و احتمالاً هم بشناسید، اینا با رنگ کار دارن دیگه. حالا هر جفتشون با افزایششون اشباع رنگ بیشتر میشه و با کاهششون اشباع رنگ کمتر میشه. اما اینکه چرا حالا دو تا اسلایدر داریم برای یه کاری که جفتشون انجام میدن، فرقشون اینه که وایبرنس در واقع هوشمندانه تر این کار رو انجام میده. یعنی وقتی که ما وایبرنس رو افزایش میدیم، لایت روم میاد نگاه میکنه که کجاها اشباع رنگ کمه، اول اونجا رو افزایش میده و بعد میره سراغ جایی که اشباع رنگش زیاده. مثلا با افزایش اشباع رنگ ببینید این قسمت با افزایش وایبرنس میبینید که تا 60 تا که من بردم بالا خیلی تغییر در اینجا نمیبینیم، شاید اصلا هیچ تغییر نه، یک مقدار تغییر میتونیم ببینیم. اما برگردیم به این قسمت، به این مثلا اینجا که اشباع رنگ خیلی کمه، ببینید با افزایش وایبرنس این کوه‌ها چقدر آبی تر میشن و این قسمت گرم تر میشه. پس وایبرنس به صورت هوشمندانه تر اول نگاه میکنه کجاها اشباع رنگ کمه، اون رو افزایش میده و بعد میره سراغ جایی که اشباع رنگ هم موقع زیاده. پس ما اگر بخوایم هوشمندانه تر اشباع رنگ عکس رو بیشتر کنیم، باید بریم سراغ وایبرنس نه سچوریشن. اما اگر اشباع رنگ اونقدر کم بود در یک عکسی که حتی وایبرنس رو تا آخرم بردیم تغییرات کافی نبود، اون موقع جاییست که میریم سراغ سچوریشن. پس تا جایی ممکن ما به سچوریشن خیلی دست نمیزنیم. البته میتونم از ترکیب جفت اینا استفاده کنم، اما سچوریشن فرقش اینه که مثلا وقتی من 20 تا افزایشش میدم یا 19 تا، تمام پیکسل های عکس رو به یک اندازه اشباع رنگ رو زیاد میکنه. هوشمندانه این کارو نمیکنه ببینه کدوم کمتره اول اون رو افزایش بده، تمام پیکسل ها رو 20 تا سچوریشنش رو زیاد میکنه. برای همین بهتره که ما اول با وایبرنس کار کنیم. و خب اگر عکس اون وایبرنس یا سچوریشن زیادی داره، اینو میتونیم به سمت منفی هم ببریم. بعضی وقتا مثلا اون عکسای پورتره پیش میاد که ما بخوایم مثلا شاید حالا این عکس هم خوبه، یه عکسای دیگه ممکنه وجود داشته باشه ما بخوایم وایبرنسش رو کم کنیم. اینطور نباید باشه که فکر کنیم همیشه ما باید وایبرنس و سچوریشن رو در یک عکس افزایش بدیم. بعضی وقتا نیازی که اتفاقا اونها رو کاهش بدیم. نتیجه افزایش کنتراست معمولا و همینطور دیهیز باعث میشه که اشباع رنگ هم زیاد بشه. مثلا اگه دیهیز من اینجا رو زیاد کنم، ببینید که اشباع رنگ قرمز چقدر در این قسمت از ابرها و اینجا زیاد شد. شاید دیگه اینجا نیاز بشه که ما تازه بیایم وایبرنس رو کم هم بکنیم. این هم از وایبرنس و سچوریشن. تا در واقع قسمت پنل در تب بیسیک که اولین تب ما هست در اینجا تموم بشه، تمام جزئیاتش رو بررسی کردیم. حالا باید بریم به سراغ تب کرو، تون کرو. قبلش این رو هم بگم که ما دو تا گزینه داریم بالا، تریتمنت کالر و بلک اند وایت. در لایت روم سیاه سفید کردن، البته در کامرا رام دیگه در نسخه جدیدش همینطوری شده، اینطوری که در این واقع کلیک میکنیم روی بلک اند وایت یا کالر. در کامرا قبلا بعد میرفتیم در تب HSL و در اونجا در واقع تبدیل به سیاه سفید انجام میدیم. الان دیگه در همین بالا میتونیم بین کالر و بلک اند وایت انتخاب کنیم. همون ابتدا میتونیم انتخاب کنیم که عکسمون سیاه سفید باشه یا رنگی. خب حالا بعد میتونیم بریم سراغ تون کرو و بریم اینجا چه کارایی میشه کرد.